نبرینشون، تو رو خدا نبرین. مامان نرو، بابا تو رو خدا نرو. مامان بابا تو رو خدا. بابا مامانمو نبرین، تو رو خدا نبرینش. بابا نرو، بابا تو رو خدا نرو. مامان نرو. مامان تو رو خدا بابا ما نبرین، تو رو خدا نبرینشون، تو رو خدا نبرینشون. ماما تو رو خدا نبرینشون، تو رو خدا نبرینشون، نبرین مامانمو. بابا تو رو خدا نبرین. بابا آروم تو رو خدا مامانمو نبرین. مامانمو نبرین. رسانه اینترنتی موویباز با افتخار تقدیم می کند. صبح بخیر ادیب، صبح بخیر ادیبه. بچه ها من اومدم تخم مرغ بردارم باشه. زنمو نشنوه. باز تخم مرغ میدوزی؟ نگاه بیا اینجا ببینم، بیا اینجا. شنگول چیه بابا؟ باز که شروع کردی چرا سر صبحی داد میزنی؟ موش میره تو مرغدونی، باز تخم مرغامونو دوزی. بذار هر کاری میخواد بکنه، بچه هست دیگه بازی میکنه. نباید بگی بالا چششون ابروه. من با حقوق کارگری زندگی رو میچرخونم، بی خودی مرغ نگه داشتم. هیچ میدونی قیمت تخم مرغ ارگانیک چنده؟ شاید میخوام بفروشمش. تو رو خدا اینقدر چرت و پرت نگو زن. بیا تو، بیا چاییت دم کن، داره دیرم میشه. خیلی خوب چایم دم میکنم، تو برو تو. حالا درشو با میخ محکم میکنم، بعد ببینم چه جوری میخوای بیای تخم مرغامو بدزدی. آرامش ندارم تو حیات خودم که. ای خدا پناه بر تو. اما من میدونم چی کارت کنم، وگرنه اسمم شنگول نیست. سوسیس نخور. پسر بذار بخوره. یه دختری میاد دهنت بو میده، میگه سلام عمر جون، اون موقع شرمنده میشی. کدوم دختری؟ مگه دوست دختر نه نداری؟ دیر بس دیگه، پسرمو خجالت زدش نکن. وای خدیجه خانم باشه خجالت زدش نمیکنم. بفرما دردونتون. داداش چیه پسر چیه؟ نیستی؟ من؟ بچه ها چه کار میکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر دختر عزیزم. خوشگلم کجا رفته بودی؟ رفتم تخم مرغ بردارم بابا. زنمود عصبانی شد. آره تخم مرغایی زنمو تو بر ندار، تو خونه تخم مرغ نداریم. اما میخوام تخم مرغ ادیبه رو بخورم ماما. دیگه بر ندار دخترم باشه. اونا رو بده به من بشین. تو چای یخ نکرده بخورین. آسیه دخترم بیا سر سفره. چیه پرید تو گلود؟ بعضی وقتا بریده سرفه خب میکنه. بگین بچه رو ببریم دکتر. امروز زنموش میبره، تو هل نکن. خوبه باشه. صبح بخیر. صبح بخیر. تا یخ نکرده بشین بخور. نه مامان دیرم میشه، فقط یکی دو لقمه میخورم. اینجوری که نمیشه. بگیر تو زنگ تفریح چیزی بخیر بخور. بابا پول دارم. نمیشه دخترم، بگیر پیشت باشه. ممنون بابا جونم. بابا یک گل خودم. عزیزم هوا سرده، شالتو قشنگ بپیچ، مراقب خودت هم باش. من رفتم. نوش جونتون. به سلامت. خب دیگه بخورین. دهنتو باز کن دخترم. آفرین. بیا. نوش جونتون. آی
آی خدا حفظت کنه. اگه آرتیستا ببینن حسودیشون میشه. آی جون دل مامانش. کاش خورده موهامو پوش نه میدادیم. نه گلم جلب توجه نکن. اینجوری خیلی خوشگل. ماما نکن دیگه لطفاً. دستت درد نکنه، من دارم توف میکنم رو. باشه بابا عیبی نداره. ای آسیه وایسا. اوه پسرم بدو داره دیرت میشه. آسیه قدیر کجاست؟ دیر نکنه، اونجا مدرسه پول دراست منتظر نمیمونن. شکایتتو به عمو میکنن. الان میاد سنمو. مامانت کجاست؟ میخوام بچه رو ببرم بیمارستان، منم کار دارم ها. پسرم بدو بیا عزیزم، بدو خوشگل مامان. گود مورنینگ بچه ها، بیاین بریم. لیتس گو. تو که این بلبل انگلیسی حرف میزنی چرا استاد نمرتو کم میده؟ چه میدونم مادر، حتما بهم گیر داده. چون فقط همینو بلده مامان، اینم میشه 10 نمره. ساکت شو دختر، وگرنه موهاتو خراب میکنم. تو همینم بلد نیستی. بریم دیرمون. همش به خاطر تو دیرمون میشه. بی عقل اصلا، مگه من با تو هم؟ دیگه بهم نگو بی عقل. آسیه اینو میبینی دیگه. اینقدر به هم دیگه نپریم بچهای خوشگل من، با آرامش بریم مدرسه. حسودی میکنه. سه دیگه ساکت شین. آقای راننده بقیه پولمون مونده 2 نفری. اونو بده من. حداقل تو بیمارستان که منتظری من یه توس گاز بزنم. مگه موشی که گاز بزنی؟ موش تویی، موش فندق تخم و مرغ دوست. ها؟ پدر مادرت برم پول در بیارم بیمارستان بردن تو هم بیفته گردن من. این چه حرفیه شنگول؟ امروز نباهت خانم خواهش کرد ویلا رو تمیز کنم وگرنه مرخصی میگرفتم. دختر تو هم مثل خواننده میری اضافه کاری ها خدیجه. ای خدا. ببین چی میگم خدیجه، اون خونه ویلاییه، یعنی استخرم داره. اگه من جای تو بودم 2 برابر میگرفتم. 2 تا خونه براشون تمیز میکنی، اینقدر مظلوم نباش. خب اعتراض کن. خواهش کردن اینجوری زشته. این که سرفه نمیکنه. گاهی میکنه. انگار رسیدیم. آقای راننده نگه تا پیاده میشی. بدو وایسا هنوز به ایستگاه نرسیده. الان میرسه. گذشتیم که. گفتم وایسا دیگه آقای راننده، حواست نیست چرا نگه نمیداری؟ نگه تا. بیا موش فندق. بدو وایسا. بیا شنگول مراقب باش. بیا. در رو قفل نکردم. پناه بر خدا. ای بابا نکنه کسی خونه است. عجبا نکنه بچه ها دوستاشون آوردن. آقا کیف سوزان خانوم. خدیجه تو اینجا چی کار میکنی؟ خدیجه خدیجه وایسا نرو. سوزان خانم بزنیم برم. به خدا قسم من هیچی ندیدم. نه نرو. ببین منو نگاه کن. ببین تو رو خدا اگه اینو به کسی بگی، اگه شوهرم بفهمه بدبخت میشم. نه نمیگم سوزان خانم، اصلا به من چه ربطی داره؟ بهم قول بده.
قول میدم سوزان خانم، به خدا قسم نمیگم، به هیچ کس نمیگم، به جون بچه هم قسم میخورم، به هیچ کس نمیگم. من برم سوزان خانم. خدیجه خدیجه چرا به هم نگفتی قرار خدیجه بیاد اینجا؟ سوزان از کجا باید میدونستم خدیجه قراره بیاد؟ حتما نباهت فرستادتش. این زن کجاست؟ خدیجه گذاشت رفت. چی؟ ای خدا. فکرت ماشینو بیار، زود باید بریم، زود باش. نگران نباش، گفت به کسی چیزی نمیگم، قسم خورد. ای بابا خب از اول میگفتی. باشه پس هیچ مسئله ای نیست ها؟ من موندم تو برای چی به حرف این خدمتکار اعتماد میکنی؟ گفت خیلی خوب باشه، قول داد. چیکار کنم؟ ما کفام چیکار؟ ببین بذار من خلاصشو بهت بگم باشه؟ اگه شوهرت بفهمه قضیه چیه جفتمونو میکشه. البته اگه زن من زودتر دست به کار نشه. من که میخوام زنده بمونم، به تو هم توصیه میکنم بمونی. میخوای با زنه چی کار کنی ها؟ تو اینجا رو جمع و جور کن، یه تاکسی خبر کن و زود برو. بدو جونم ولی خدیجه چیزه یادم رفت بهت بگم، کنار تلویزیون پول گذاشته بودم، گفتم شاید رفتی بازار برای بچه ها میوه بخر. وای نه چه بازاری ولی؟ چی شده گلم؟ چیزی نیست. نه یه چیزی شده. من از صدات میفهمم. بچه ها ناراحتت کردن؟ نه بچه ها نه، اعصابم به هم ریخته ولی دست و پام همچنان داره میلرزه. نگرانم نکن گلم، بگو چی شده؟ ولی مچ سوزان خانوم و آقا کیفو تو رخت خواب گرفتم. پناه بر خدا. چی داری میگی گلم؟ به خدا قسم دیدمشون. وای حتما از کار بیکارم میکنن. نه اصلا بذار اخراجت کنن، نمیخواد دیگه اونجا کار کنی. چه آدمایی بی شخصیتی هن. بگو ببینم الان کجایی؟ اونا رو که اونجوری دیدم زود از خونه زدم بیرون. آها اتوبوس اومد، باید قطع کنم ولی. باشه گلم صبر شو، برو خونه عصری میبینمت. چیزه از بیکوز میگذره؟ نمیگذره سرکار خانم. میرین خونه خدیجه خانم؟ بله بفرمایین ما میرسونیمتون. ممنون آقا عاکف، زحمتتون میشه، الان اتوبوس میاد. اختیار دارین، چه زحمتی. پسر درو باز کن، تو کولمون که نمیبریم. بفرمایین. خودم میرم آقا عاکف. خدیجه خانم ببینین مردم بد برداشت میکنن، خیال میکنن مزاحمتون شدن. سر راهمونه، بفرمایین با هم میریم. بفرمایین خواهش میکنم. خیلی خوب. بچه ها بیاین اینا رو تنتون کنید. رنگیه اما تمیزه. پسرم نگاه اونجا باز مونده که. ببین حتی یه قطرم رو زمین نریزه. چی گفتم؟ حتی یه قطره. اون وقت عموت باز تمیزش کنه. بی سلیقه رنگ نزنینا، قشنگ مشنگ رنگش کنید. ببینم چی کار میکنید. باشه عمو جون، منو که میشناسی، مگه دفعه اولمه، کار من حرف نداره. اما این نه، این تازه کاره. حالا میبینی همه جا رو کثیف میکنه. حالا میبینی عمو جون. نه بابا، انگار اتم کشف میکنه، فوقش یه دیوار دیگه رنگ میکنی. حل عمو جون، نگران نباش. پسرم تو چرا اومدی؟ مگه مدرسه نری؟ پیچوندم عمو. آخه میخوام کتاب بخرم، یه خورده گرونه، گفتم از بابامم نخوام. خیلی خب شروع کنید، منم برمیگردم سر کارم. خسته نباشی عمو جون. یه مهمونی بگیریم، خیلی وقت نگرفتیم.
بازم مهمونی سلام به زمستون؟ یعنی چی؟ آخه همیشه یه اسمی براش میذاریم. سلام به تابستون، خدافظ زمستون، الوداع بهار. متوجه شدین برای همه چی مهمونی میگیریم؟ به نظرتون این همه مهمونی گرفتن عجیب نیست؟ نه. اوه، اون کیه؟ اونا پسرای خاله خدیجه. اون دیگه کیه؟ آها، منظورت همون زن خدمتکاریه که میاد خونتون؟ یادم اومد می اومدن دنبال مامانشون. ملیسا، یکیشون نگات میکنه. چی؟ داری دختر آقا عاکف رو دید میزنی؟ نه داداش یه چشم خورد. نخوره پسر، همچین دخترای حتی بهت نگام نمیکنن. چه خبره دخترو؟ نکنه این احمقا مزاحمتون شدن؟ بهشون نگو احمق. به نظرم ما مزاحمشون شدیم. بیاین بریم. من نه عشقم، اما اونا از دیدن این دهاتی جا خوردن. شما زده به سرتون؟ اوف، گیر نده برک. ببینید خدیجه خانم، یکم پیش شما شاهد وضعیت نامناسبی بودین. من به کسی چیزی نمیگم آقا عاکف. میدونم شما نمیگین، اما خب بالاخره وضعیت ناخوشایندیه. میدونین که سوزان همسر شریکمه، یعنی چه کنان چه همسر من از این وضعیت خوششون نمیاد. بعدشم آخه خدیجه خانم، تو چله زمستون اومدی ویلای تابستونی رو تمیز کنی، این چه کاریه؟ نباهت خانم خواستن، احتمالاً نمیدونستن شما خونه ای. دیگه چی میخواستی بدونه؟ خدیجه خانم، ای خدا ما چقدر بهتون حقوق میدیم ها؟ چون من زیاد تو این کارا دخالت نمی کنم، نباهت به این کارا میرسه. چقدر حقوقتون؟ ماهانه 2500. چی؟ 2000؟ ای خدا این زنای مردای پولدار خون شما رو میمکن. خدیجه خانم کمه؟ 2500 خیلی کمه به خدا. باشه پس ما این کارو میکنیم. شما هر موقع وقت داشتین بیاین شرکت، اما زیاد دیر نکنین، چون حقوق 10 ساله شما چقدر میشه؟ تقریبا 300,000 لیره. 100,000 لیرم خودم میذارم روش. 100,000 لیرم خودم میذارم، میشه 400,000 لیر نقدن تقدیمتون میکنم. تا از این به بعد دیگه رابطه کاریمون رو با هم قطع کنیم. قبول میکنین یا نه؟ آقا عاکف، نمیتونم پولیو که براش زحمت نکشیدم بگیرم. به سوزان خانم قول دادم نگران نباشین، من به کسی چیزی نمیگم. راستش خدیجه خانم، من با آدما اصلا اعتماد ندارم. میگن نمیگیم ولی آخرش میگن. به خدا بشر جایز الخطا است، یعنی کار از محکم کاری عیب نمیکنه. شما تشریف بیارین، من پولتون رو تقدیمتون میکنم. از این به بعدم دیگه این طرفا پیداتون نشه، کلن رابطمون تموم میشه میره. قبول کنین خدیجه خانم ها؟ آخیش خیالم راحت شد. قربون قدرت پول برم، دری نیست که نتونه باز کنه، دری نیست که بازش نکنه. پسر صدای موسیقی رو بلند کن، زود باش، کیفم کوک شد. خدیجه خانم رو رسوندیم، میریم دفتر کارم، جلسه دارم. چشم قربان. فکرت چی شد؟ فکرت چی شد؟ خوبی؟
کمکم کن. یه بار دیگه نفس بکش. یه بار دیگه. خیلی خوب. چشه خانم دکتر؟ سرما خورده. ریه‌هاش درگیر نشده اما وضعیت بچه‌ها ممکنه یه روزه عوض بشه. یه عکس از ریه‌هاش بگیریم بعدش بیان. الان اونجا خیلی شلوغه خانم دکتر، میشه ما رو نفرستی تو اون جهنم؟ حتما باید امروز بریم، نمیشه فردا بریم؟ باشه، اما حتما باید عکسشو ببینم. باشه مامانش میگیره براتون میاره. پاشو دختر، پاشو تو بیمارستان، حالم بد میشه. مردمو که میبینم دلم میگیره. خب دیگه خیلی ممنون خانم دکتر، ممنون. بریم دخترم، بریم. بودو جونم، بودو. باقیش بمونه. با خدیجه حرف زدی؟ آره حرف زدم، حلش کردم. پس یعنی فقط باهاش حرف زدی دیگه، کارش که نکردی؟ نه فقط حرف نزدیم. رفتم کشتمش، بردمش تو جنگل، چالش کردم. چرت و پرت نگو دیگه. الان شرکتم فعلا. پسر تو یه کارگر ساده ای، اونجا چی کار میکنی؟ اون دخترها نگات هم نمیکنن. چرا این حرفو میزنی پسر؟ هر فروشنده چلاقی یه خریدار کور داره. بزن داداش بزن، تو هم بزن که وضعت خوبه. زن داداش، خدیجه برات غذای خوشمزه میپزه، بچم که خدا رو شکر داری. اسمت بدبخت چی کار کنه؟ خب آبجیت که برات پیدا کرده بود خودت نپسندیدی. دخترایی که آبجیم پیدا کرده اهل شهر خودمونن. من دختر استانبولی میخوام. انگار دختر پیدا کرده که حالا میخواد استانبولی هم باشه. ببین چی میگه. خنده دار نبود. الو. بله خودمم. تصادف؟ چه تصادفی؟ خسته نباشین. چه خبر ارهان؟ آقا عاکف، میخواستم بهتون زنگ بزنم. خیر باشه. رانندتون فکرت تصادف کرده. چی داری میگی تو؟ حالش که خیلی بد نیست ها؟ نمیدونم اما بردنش بیمارستان. یکی از شرکت فرستادن بهش رسیدگی کنه. نه بابا، ازم مرخصی گرفت که بچه‌شو ببره بیمارستان. منم گفتم خب باشه با ماشین ببرش. بفرما ببین چی شد. بچه‌شم پیشش بوده؟ نمیدونم اما یه زنی پیشش بوده. زن؟ میگن وضعیتش وخیمه. منم به عنوان نماینده شرکت میرم کلانتری برای توضیحات. خیر باشه. ما رو متهم کردن؟ نه اما چون ماشین به نام شرکت ثبت شده اصولاً باید بریم توضیح بدیم. اصولاً؟ بله خب باشه برو. من میرم اتاقم، از حال فکرتم با خبرم کنی. باشه نگران نباشین. ارهان ببینم ماشین من بیمه داشت؟ البته. خوبه. دخترم، زنم تصادف کرده. خدیجه ایران، یه نگاهی بنداز. خدیجه ایران بردنش اتاق عمل. اتاق عمل؟ بله. قربونت برم، بگو چه شده، چرا عملش میکنی؟ آقای محترم خونسرد باشین، دکترها که اومدن بهتون میگن. بفرمایین بشینین، ما خبرتون میکنیم. باش.
عمر گوشیم زنگ میزنه، جواب میدی؟ باباه جونم بابا. عمر پسرم، داداشت پیشته؟ پیشمه بابا. پسرم ببین، میخوام یه چیزی بگم اما دست پاتو گم نکن. خب پسرم، مامانتون تصادف کرده، منم بیمارستانم. چی داری میگی بابا؟ طوریش که نشده بابا. مامان طوریش نشده که. نه پسرم، زودتر بیاین اینجا، زودتر بیاین. باشه اومدیم. چیه مامان طوریش شده؟ بگو عمر، طوریش شده؟ مامان تصادف کرده. کاش امروز نمیرفت سر کار. ببین چه بلاهایی سرمون اومده. صبح حالش خوب بود، با هم سوار مینیبوس شدیم، کلی شوخی کردیم، خندیدیم. خب چی شده اورهان؟ خونریزی مغزی کرده، زخمش عمیقه. چرا خدیجه رو عمل میکنه؟ شنگو، اینا چه حرفای پیش بچه ها میزنی آخه؟ نفوس بد نزن. حرفای زنموتون رو جدی نگیرید. مادرتون خوب میشه، به امید خدا. من نمیفهمم بابا. آخه مامان تو ماشین آقا عاکف چی کار داشت؟ چه میدونیم پسرم، چه میدونیم؟ میخواستن چی کار کنن؟ شاید میخواستن با راننده بفرستنش خونه که ای کاش نمیفرستادن. اوف خدایا لطفا خدیجه طوریش نشه. اورهان نگاه، اونم زن و بچه رانندن، اونم بردن اتاق عمل. آشنای آقا فکرت کیه؟ منم. تسلیت بگم، بیمار فوت کرد. نترس مامان منو ببر پیش بابا، منو ببر پیش بابا. مامان طرف مرده. مگه چجوری تصادف کردن اورهان؟ داداشی مامان میمیره؟ نه عزیزم، چرا بمیره؟ دکترها دارن خوبش میکنن. خوب میشه بد میاد. باشه مامان طوریش نمیشه بابا. نه بابایی، نمیشه. مامان صدامو میشنوی؟ مامان صدامو میشنوی؟ مامان ببین همه بچه ها اینجا، نترس باشه. نترس مامان، باشه هممون اینجاییم مامان، نترس. خوب مامان بیدار شد. مامان تو رو خدا بیدار شد. اونجوری پای مامانم یخ میکنه. مامان تو رو خدا بیدار شو. مامان صدامو میشنوی؟ مامان اجازه بدین دوستان، داره میبریمشون اتاق مراقبت های ویژه. خانم دکتر، حال زنم چطوره؟ جلوی خونریزی داخلی رو گرفتیم اما خطر جانی ادامه داره. یه مدتی توی آیسیو میمونه. بلا به دور. عمر مامان خوب میشه. مامان طوریش نمیشه. بابا اینا چی میگن؟ میگن خطر جانی داره. بابا منظور اینا چیه؟ نترس پسرم، مادرتون طوریش نمیشه. خوب میشه.
وای وای وای، آشپزتون گل کاشته شریف. تو صرف کن. آشپزمون نه، هنرنمایی سوزانه. نه بابا، خدایش خیلی خوش شانسی. چی بگم، همسرتم که کدبانوه. واقعا که عاکف، من کدبانه نیستم. عزیزم معلومه که تو هم کدبانویی، اما گفتم یکم چرب زبانی کنم، شاید بیشتر بهم دادن. گناه نداره، خیلی کوچیکه. دخترم با این احساسات بیش از حد چیکار کنیم ما؟ اینا رو پرورش میدم که ما بخوریم دیگه عزیز دلم. آخه ملیسا گیاهخوار شده دیگه، گوشت نمیخوره. ها فهمیدم، پس برای همین خسته کننده ای، چون سبزیجات میخوری. بزرگش نکن. ملیسا جون، من با نظر اونا موافق نیستم. تو دختره با ملاحظه و حساسی هستی. حتی میدونی منم میخوام دیگه گوشت نخورم، اما اصلا از پسش بر نمیام. به نظرم زیاد به خودت فشار نیار سوزن. تو همچین اراده ای نداری، حتی 2 روزم دوام نمیاری. چطور تلویزیون رو خاموش کنم کنان جون که با مهمونامون راحت‌تر حرف بزنیم؟ صحبت که میکنیم سوزن، منتظره خبرم. اونو پخش کنن بعدش خاموش میکنی. شما که مشکلی نداری؟ نه. چه خبره عاکف؟ ببینم نکنه بازم تهمت رشوه‌خواری و اختلاس بهت زدن عزیزم. نباهت جان، چطور گاهی پدر ترمز و فشار بدی ها؟ اینا چه حرفیه پیش بچه ها میزنی آخه؟ چه خبره؟ هیچی بابا، راننده من با یکی از ماشینای شرکت تصادف کرده، منتظر خبر اونم ببینیم چی میشه. ایناش. بینندگان محترم، خبر بعدیمون راجع به تصادفی در استانبوله. در تصادفی که حوالی پل اسکوی به وقوع پیوسته، فکرت کوچوکبی راننده اتومبیل متعلق به عاکف آتاکل از شرکای شرکت آتامان و راننده اتومبیل دیگر نجاتی آیدی جونشون رو از دست دادن. عاکف کی این اتفاق افتاد؟ هاریکا صداش رو لطفاً بلند میکنی؟ خدیجه ران که در ماشین بوده و شدیداً مجروح گشته به بیمارستان منتقل شده، اما هنوز خطر جانی ادامه داره. وای خدا، خدیجه خانوم. من خدیجه رو فرستادم ویلا که اونجا رو تمیز کنه. وای خدای من، اونجا رفتنی تصادف کرده؟ حتما دیگه. داداش فکرت اونجا چی کار داشته؟ پسرم، من فکرت رو فرستاده بودم یه برگه برام بیاره. حتما تو راه هم دیگه رو دیدم، چه میدونم من، تصادفی بوده دیگه، تقدیره، چاره نیست. حیف شد. آی ای کاش من نمیفرستادمش. کاش نمیفرستادی نباهت، ای کاش نمیفرستادی. آخه من نمیفهمم برای چی وسط زمستون باید زنو بفرستی ویلا رو تمیز کنه. آی چه میدونم عاکف، من با خودم گفتم شاید آخر هفته رفتیم یه هوایی عوض کردیم، یه تنوعی میشد. حال خدیجه که طوریش نمیشه نه؟ امیدوارم که نشه. خدایا اعصابم حسابی به هم ریخت، حالم خیلی بده، خیلی. نباهت جان بسه دیگه، گریه نکن، تو رو خدا آروم باش، چقدر زجه میزنی، بسه دیگه. اتفاقی که افتاده کاش نمی افتاد، اما افتاده دیگه. عاکف از این که اسم شرکت قاطی همچین جریانی میشه متنفرم. منم متنفرم شریک، منم خوشم نمیاد، اما خب چی کار کنیم، اسمش روش تصادفه. بابا به خدا خسته شدم. بعدش هم قرار نیست ما هم دست رو دست بذاریم که ما هم از طرف شرکت چه مادی چه معنوی هر کاری از دستمون بر بیاد برای خانواده هاشون انجام میدیم دیگه. کاری از دستمون بر نمیاد. من یه سر میرم دستشویی، حالم گرفته شد. منم برم یه سر به آشپزخونه بزنم. صبور باشین بچه ها، به چیزایی بد فکر نکنین، نگران نباشین، خوش و خرم از اینجا رای خونمون میشین. خدا کنه بابا جون. آقا ولی؟ بله به دور باشه. از هلدینگ آتاما اومدم. آقا عاکف به خاطر این اتفاق خیلی ناراحتن. من از طرف ایشون مزاحمتون شدم. در ضمن میخوان هزینه بیمارستان همسرتون رو شخصا پرداخت کنن. شما هم تا بهبودی همسرتون مرخصی هستین. آقا عاکف گفتم به فکر کار نباشین.
راننده چرا زنمو میرسوند؟ من در جریان جزئیاتش نیستم. میدونین چطور تصادف کردن؟ بله، ماشینی که از روبرو می اومده ترمز بریده، یعنی طرف مقابل مقصره. اما متاسفانه صاحب ماشینم تو تصادف جونش از دست داده. ببین با زنم چه کار کرده. خدا از سر تقصیراتش بگذره. آقا ولی اگه چیزی لازم داشتین رو در وایسی نکنین باشه؟ نداریم. ما به جز خوب شدن همسرم چیزی لازم نداریم. بازم بلا بدور. بلا بدور. این کی بود؟ آقا که فرستاده گفته هزینه رو تقبل میکنم، اما این داداش خودت گفت نه نمیخوام. در بساط نداره، قطبازی در میاره. شنگول، محض رضای خدا تو یکی دخالت نکن. باشه. داشتم سکته میکردم. تو که قلب نداری عاکف. اگه داشتی به خاطر بلایی که سر خدیجه اومده بود عذاب وجدان میگرفتی ناراحت میشدی. ناراحت نیستم، معلومه که ناراحتم. چی کار کنم؟ گریه کنم؟ براش زجه بزنم؟ چی کار کنم ها؟ بعدش هم تقصیر من که نیست آخه، من با ماشین زدم بهش. تو چه تقصیری داری؟ اگه دنبالش نمیرفتی که باهاش حرف بزنی اون بیچاره سوار اتوبوس میشد و میرفت خونش و هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. تو هم خودت با من اونجا بودی، تو هم خواستی با هم باشی. من اونجا تنها نبودم. پس اگه دنبال مقصر میگردی به من نگاه نکن، به آینه نگاه کن که پشت سرته. از کجا باید میدونستم قراره این اتفاق بیفته؟ خب بسه دیگه، تمامش کن. اینجوری نکن دیگه، راجبش حرف نزن دیگه. این حرفا رو نزن، بعدش هم اون پایین چشمتو پرش نکنی یا. آخه خدمتکار خونه ما رو تو تا این حد میشناسی؟ مگه دوست خونوادگی تا آخه یعنی چی؟ قصه نخور تو رو خدا، قصه نخور عزیزم، دلم نمیاد. ما تقصیری نداشتیم که، اتفاقی که افتاده دیگه باید میشده، حتما قسمته. اصلا ناراحت نیستی اصلا؟ تو دیگه چجور آدمی هستی عاکف؟ شوهر من چجور آدمیه؟ شوهر تو آدم خوبیه. داشتم به سوزان چیزو میگفتم میخوام به انجمن حفاظت از بلدرچینا کمک کنم. اونم میگفت تو چه مرد خوبی هستی. خوشحال شد تفلکی. وای این مرد منو میکشه. عاکف جون اما زشته، من به این شوخیات عادت کردم اما سوزان به دل میگیره. نه من به دل نمیگیرم نباهت جون عزیزم. ما هم دیگه به شوخیای عاکف عادت کردیم دیگه. نه بگذاریم، من اومده بودم ببینم دخترها حوله تمیز گذاشتن یا نه. گذاشتن دیگه، منم میتونم با خیال راحت برم پایین. تمیز بود، حوله تمیز بود. اینم چقدر خوشگه ها. این همه شوخی میکنی یه لبخندم نمیزنی. آره بابا یخ زدم، 2 دقیقه اینجا وایستاد یخ زدم. به خدا خوبه که اومدی فضا رو گرم کردی عزیزم. عاکف تو رو خدا ساکت، الان میشنوه. بشنوه. بذار آرایشمو درست کنم، داغون شدم. الان برمیگردم عزیزم. باشه، پس من میرم پایین. باشه برو. بابا دکتر، حال مامانم چطوره؟ نگران نباشین، وضعیتش ثابته. هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. میتونیم ببینیمش یا نه؟ فعلا امکان نداره، شاید بعدا. حالا که نمیذارم ببینیمش بریم. از صبح اینجاییم، خسته شدم. این تفلکم که همش سرفه میکنه. ایمالو برمیدارم میرم خونه ها. بیا عزیزم بیا بریم. میخوام پیش مامانم بمونم. برو عزیزم، تو مریضی. برو حرف گوش کن. برو عزیزم. بیا عزیزم. فعلا خدافظ. بچه‌ها بیاین ما هم بریم 1-2 لقمه غذا بخوریم. بیاین. نه عمو جون من نمیام.
آسیا عمر شما بریم داداشی. بریم بچه ها بریم. بریم آسی داداش. ولی مچ سوزان خانم و آقا کیفو تو رخت خواب گرفتم. آها اتوبوس اومد، باید قطع کنم. ولی گفتی سوار اتوبوس میشی و میری خونه. چی شد که سوار اون ماشین شدی؟ چه بلایی سر زنم آوردن؟ بابا با من بودی؟ نه پسرم، با تو نبودم. بابا جون بریم یه هوای تازه کنیم. قدیر پسرم بیدار شو. بابا مامان به هوش اومده؟ نه پسرم به هوش نیومده. من برات چای و پیراشکی خریدم بخوری. من میرم. کجا بابا؟ میرم سر ساختمون، یه کاری دارم. بابا پول میخوای؟ من یه خورده دارم، از کار نقاشی دادن بدم. تو به این چیزا فکر نکن، من پول دارم. خب اگر خبری شد به هم زنگ بزن. باشه بابا نگران نباش. خب به خدا میسپارمت. بابا ها نگران نباش پسرم، مادرت خوب میشه. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. هان داداش سر ساختمونی؟ آقا کفم اونجاست؟ خوبه. برادر من قول دادم 2 ماه دیگه این ساختمونا رو حاضر کنم تحویل بدم. همش 2 ماه اومدم سر ساختمون میبینم هنوز دیوار چینی هم نشد. آخه این چه وضعشه این؟ چی کار کنم من ها؟ با کارگرا چی کار کنم؟ چی کارشون کنم؟ بیرونشون کنم؟ بزنمشون؟ فرششون بدم؟ دلم نمیاد آخه. راست میگی تو. باشه داداش باشه، یادمه. باشه یه وقتی میذارم میریم بیرون. باشه بعداً بهت زنگ میزنم. فعلا. ولی میخواستم بهت زنگ بزنم اما میدونی که سرم خیلی شلوغه. اما ارهانو فرستادم بیمارستان که ببینه چیزی لازم داری یا نه. گفت چیزی لازم نداری. چیزی نمیخوایم، ممنون. هرچی لازم داشتیم ما اینجاییم. بالاخره یه خانواده ایم. خودت که میبینی تفلکی فکرت به رحمت خدا رفت. خدیجه خانومم که ای خدا چی کار کنه. ای خدا. راستی خدیجه خانم چطوره؟ به امید خدا خوب میشه. امیدوارم. اگه به هوش بیاد میفهمیم تو اون ماشین چی کار داشته. ببینم تو درگیر اینی؟ چطور نباشم آقا عاکف؟ هر چقدر فکر میکنم هیچی با هم جور در نمیاد. قاطی کردم. چیا با هم جور در نمیاد؟ آخرین بار تو ویلای شما بود. حتی شما هم اونجا بودی. آره منم اونجا بودم. یه پرونده بود که رفتم برش دارم. مگه چی بهت گفته؟ سوزان خانم شما رو تو وضعیت نامناسبی دیده بود. دستت درد نکنه. این یعنی چی؟
داداش زشته، به خدا گناهه. من متأهلم این چرفیه. ای خدا، این کسی که حرفشو میزنین زن شریکمه، چه زود پشت سر مردم حرف در میارین. به خدا زشته، اصلا در شأن شما نیست اصلا. زن من دروغ نمیگه. کار شما به ما